سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین. اوقات به خوشی بگذره. قسمی که شما میبینین عزیزان، ما عکسای آشپزخانه را مانده و بعد از مدتی رنگ انباریا خراب شده بود و من خواستم که ایره رنگ بکنم. طریقش برتان خواستم که بانم، امیدوار هستم که هم مفید باشه و اگر شما هم اگر میخواستین که انواری یا دیوار یا قسمت دیگه از خانه تان رنگ بکنین، خدا کنه که این ویدیو بتونه که به شما کمک بکنه. ابتدا چون من از برس و از رول قبلا هم استفاده کرده بودم، اما برای که رنگ مانده بود ایره شستم. بسیار مهم است که حتما خشک شود، چرا که اگر این در بینش آب بانه باز رنگ به خود درست نمیگیره و اگر بگیره هم این رنگ استفاده بکنین دوباره زود از بین میره. بسیار کارتان جنجالی میکنه. کوشش کنین که خشک بکنین. در قدم اول قسمتی که میخواین رنگ بکنین حتما خوب صافی بکنین. بعد از صافی کردن اول مطمئن باشین که یعنی هیچ چیز به اون نمانده. رگمال یا از اینی ما از یا استفاده کردم در اول و بعد از او حتما رگمال هم میکردم. یک پچ بود، یک مثل رگمال بود، خب ما او را هم گرفته بودیم. همراه از او هم پاک میکردم که چیزی گرد یا چیزی در زیر رنگ نمونه که باز بعدن او ممکن که باعث شود که رنگ زودتر خراب کنه یا از بین بره. و قسمت های دیواری که نمیخواین رنگا در اونجا بره یا ای که رنگه شوه، یعنی رنگی که شما استفاده میکنین از او فرق میکنه، این یک پچی بود مثل رگمال واری. بسیار سبکک بود، خوبش بود. امرای ازی هم پاک میکردم. خب خلاصه چندین بار پاک میکردم و قسمت هایی که اگر میخواین دیزاین بتین و او در رنگ نبیه، حتما کناره ها، چهار اطراف دیوارها و همچنان قسمت های از انباری که شما نمیخواین او رنگ شوه یا رنگ در او بیایه، حتما از این پلاستر ها بگیرین استفاده بکنین. و گوشه ها کناره هایش حتما از این برسا بگیرین عزیزان. و باید بگم که از این اسفنجک که میبینین از این هم در بعضی از جایا ما استفاده کردم، به خاطر که بعضی جایا که بود اما برس مثل که تارایش میماند. بازی اسفنج بسیار کمک کننده بود. اما هر یکی از این مراحل حداقل نیم ساعت تا یک ساعت یا اگر وقت دارین 2 ساعت بگذارین که کاملا خشک شود. اگر خشک نشد دوباره رنگ بکنین، باز در این صورت خوب رنگ نمیشه. یعنی ممکن در وقت خوبتر معلوم شود ولی با مدت زمان رنگ زودتر از بین میره. و از رنگ کردن ما تا حال از 1 سال زیادتر میشه، اما هنوز هم رنگش نرفته و خوب دوام کرده. و این قسمت هایی که دیدین جایی که کمک مانده یا از پلاستر تیر شده، او با بسیار آسانی پاک میشه، میتونین که دوباره پاک بکنین. و این کناره ها امرای اسفنجک بسیار خوب رنگ میگیرم. امرای از این رنگ میکردم. خب ظرفش نگرفته بودیم، در یکی از ظرفای المونیم فایل دینیمینو انداخته بودم رنگ. یعنی شما هم میتونین که از او ظرفا استفاده بکنین، هیچ مشکل نیست. در حال که ظرف که به خاطر رنگ کردن بگیرین و هم در هوم دیپو هسته. و قسمت هایی که این رول میبینین قسمت هایی که عرض زیاد است یا زیاد عریض می باشه، ضخامت اما منظور اما عرض زیاد می باشه، میتونین از رول استفاده کنین، آسان میشه. و انواری ها را ما کشیدم. خلاصه 3 مرحله را آیسته آیسته رنگ کردم و اگر به 3 مرحله نمیشد به 4 دفعه 4 هم رنگ میکردم. دیگه این رنگ ما تکمیل شد عزیزان و رنگ هم برتان ماندیم که از این رنگ استفاده بکنین. بسیار رنگ خوب شد. تشکر و وقتتان خوش.